زدگی یا جلزدگی یک حالتی می باشه که در اثر طولانی قرار گرفتن در زیر نور آفتاب و یا از دست دادن تنظیم درجه حرارت بدن ایجاد می شود که می تواند خطرناک باشد. اگر یک شخص دچار گرمازدگی شود و در مرکز صحی انتقال داده نشود، می تواند بالای مغز، کلیه یا سایر اعضای بدنشان آسیب برساند. علائم گرمازدگی: تب بلند 40 درجه سانتیگراد، سردردی، سرگیچه، ضعف و بحالی، تهوع، سرگیچه یا بیهوشی می باشد. اقدامات فوری برای یک شخصی که دچار گرمازدگی می شود: انتقال به جای خنک، خنک کردن بدن با آب یا کمپرس های سرد، نوشیدن آب یا ORS در صورت هوشیار بودن، مراجعه کردن به مرکز صحی. پیشگیری: نوشیدن آب کافی در ساعتهای گرم روز، پرهیز از فعالیت‌های شدید یا کار در ساعت‌های گرم روز می باشد. پوشیدن لباس‌های نازک و روشن، استفاده از چتری، استفاده کردن از تهویه هوا در خانه یا محیط کار، پرهیز از قرار گرفتن طولانی مدت در زیر نور آفتاب.